این مهاجرته چقدر به بزرگ شدن و بالغ شدن ما کمک میکنه. خیلی مهمه که تو وقتی میخوای همچین کار بزرگی انجام بدی حمایتت کنن، حداقل اطرافیانت، خانواده نزدیکت مخصوصا. برای من هیچ کس نیومد دیگه، تک و تنها بلند شدم اومدم، نه فقط پدر مادر تو خونه خداحافظی کردم، بعد اومدم رفتم تک و تنها رسیدم اینجا و بهت بگم تا چند ماه واقعا افسردگی داشتم، دور از خانواده، دور از رفیقا، تک و تنها، هیچ کس هم اینجا نداشته باشیم، واقعا سخت بود. ما هیچ کس نداشتیم، در این حد که اینجا یه تور لیدر داشتیم که باهاش دوست شده بودیم و اینا، اون به ما کمک کرد که ما حتی محله‌های استانبول رو بشناسیم یا بخوایم مثلا خونه حتی ماهانه برای یه ماه اجاره بکنیم که بریم دنبال منطقه‌های خوب و اینا. من 0 تا 100 بزرگ شدم. مثلا من ایران بودم اصلا یه شخصیت فوق‌العاده خونگی، اصلا خواستم حرف بزنم، سفارش غذا دادن اینا برام خیلی سخت بود. ولی وقتی که وارد استانبول و ترکیه شدیم، به خاطر اینکه خب حالا زبان ترکیه ذره مثلا یاد گرفته بودم یا انگلیسیم خوب بود و اینا، همیشه اون کسی که بعد میرفت صحبت می‌کرد من بودم. اینا همه باعث شد که من یه سری تجربه‌ای قرار بود تو 40 سالگی داشته باشم و تو سن 22 سالگی تجربه کنم. All up in my pack, we not the same, nigga. Gang members walk them down just like painkillers. Ripping white up on the